ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 27 فوریه سال 2024 از بازداشت یک زن سالخورده 69 ساله در شهر باختر مرکز این ولایت با اتهام مردم فریبی خبر داد و گفت قاسم وزایه برای گوی و فالبینی و سیر و جادو شهروندان را فریب میداد. خود زویا قاسم و یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی میلیس در شهر بازداشت این ساکن باختر گفت بعضی از نفران خود را فالبین و مشکل کشایی معرفی نموده مردم فریبی را برای خود یک وسیله روزگذرانی و منبع درآمد مالی قرار دادند. از جمله کارمندان شعبه میلیس مرکز ولایت ختلان ضمن یک عملیات معین کردند که شهروند قاسم وزایه سال تولدش 1955 استقامت کننده کوچه آسیمی شهر باختر در منزل استقامتی خود به سیر و جادو و فالبینی مشغول بوده است. در اطلاع میلیس گفته می شود که قاسم وزایه به خاطر به دست آوردن مبلغ مفت به سیرگیری و فالبینی مشغول شده و با استفاده از هر گونه اشیا از قبیل شمع و رشته و کلید و قلف گویا به درد مریضان دوام میبخشد. محض به خاطر رواج بخشیدن احتیاجات مولوی خود و به دست آوردن مبلغ مفت به این کار مشغول شده است. گفته می شود که وابسته به حالت مذکور نسبت به شهروند قاسم وزایه برای مشغول شدن به سیر و جادو و فالبینی مواد ضروری ترتیب داده شده. چاره‌بینی های سنجشی عاید به معاین نمودن دیگر حالت‌های مردم فریبانه نام برده ادامه دارد. چند ساکن باختر به پایگاه خبری بامداد گفتند که فالبین زویا از فالبین‌های مشهور در این شهر و وادی‌های وحش به شمار می‌رفت و هر روز ده‌ها کار افتاده برای انجام کارهای چون فالکشایی، کشودن راه بخت و حتی با نیت تبابت به خانه او می اومدند. در تاجیکستان از سال 2006 فالبینی و سیر و جادو قانونا منع کرده شده. برای آن در قانونگذاری جزاهای مأموری پیش بینی شده است.